کارخانه خلیج فارس میباشد. متاسفانه همکاری جدی اقتصادی با این کشورها تا به الان برای مانده نشده است. خوب یک استثنا میباشد. یک از سبب‌های اساسی چنین حالت کار کردن نتوانستن ما تاجیکان با مردم آنجا میباشد. سبب این را از جمله در جدایی سنی تاجیکستان از عالم برای اصولا چندان بیگانه در طول 10 ساله‌های زیاد عهد شوروی جستن لازم است. همین جدایی و بیگانگی تحمیل شده بود که ما از طرز نمط حیات مردمان آمریکا طرز کارگزاری و کاربری آنها برطرف کرد. شناخت نمودن جامعه تاجیک با دولت‌های کرانه‌های خلیج فارس، حیات مردم آنها، نظام کارگزاری و کاربری آنها، نظام اتخاذ قرار خاصه در بخش مالیاتی و امثال آنها از یک طرف شبهه‌های از حد زیاد و لازمه ما را نسبت به آنها از بین می‌برند و از طرف دیگر سطح‌های ما را از این کشورها و امکانات زیادشان و قابلیت بهره‌برداری ما را از این امکانات خیلی بالا برده می‌تواند. با یقین این جانب حزب در این راستا کارهای زیاد را انجام داده می‌تواند و از قوه لازمه نیز برخوردار است. برای کار باید برخوردار باشد. برخلاف این جانب وقتی رسیده است که حزب و ردیف حزب‌های شبیه افریقایی نهادهای خودی علمی تحلیلی حرفه‌ای داشته باشد. تأسیس دادن چنین نهادها و پر کردن آنها با کارمندان بالیاقت بدون شک سمزاری حزب را و کار دفاع از منطقه‌های کشور ملی کشور میتواند به مراتب افزون کند. و فکر من همین طرح سری ما کشور است. تشکر زیاد استاد. من از طالبان خواهش میکنم که سخنگوها رو بیشتر تشویق کنم. با قرصک دیال ما یک بحثی هم در این زمینه داشتیم. بعضی اقرارهاش که قرصک لازم از ضرور است در اول بود، بعد دیگر در آخر جلسه هم از قرصک هم موندیم و از تکبیر هم. اگر اصلا هیچ سخنگوی بود و هیچ نوعه تشویق نشده. خواهش میکنم که استادان رو به هر شکل که میخواد تشویق نبید. خب بعد تشکر میگم از استاد بسیار نکته‌های مهم رو اینجا قید کردن، از این جمله سهم حزب رو در حفظ منافع ملی و چند پیشنهاد مفید هم داشتن که ما انشاءالله به این وقت خواهیم گرفت، به خصوص توجه بیشتر به مسائل اقتصادی دادن، در پارلمان بیشتر فعال بودن. اگر چه روزگار مشخص نیست برای ما از این بیشتر چی میتوانیم باشه، چون از این بیشترش میتواند و حفظ منافع ملی خطرناک باشد حداقل از نگاه برخی دوستان و برگزاری کنفرانس‌های بیشتر که من قابل قبول است. از همه مهمش نکته اخیرشون درباره تأسیس نهادهای علمی داخل حزبی با سیاسی تاجیکستان در مجموع این کمبود قریب همه دارن، ولی اگر شما قبلا اعلام نکرده بودیم و میخواستیم تا تشکیل کامل نشدن از اون اعلام شد، ولی چون مسئله گذاری از طرف کارشناسان شد با استفاده از این فرصت میخوایم اعلام کنیم که علاقه تصمیم گرفته شد و اکادمی اسلامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تأسیس شده است که البته اکادمی اسلامی معنی نداره فقط در علوم اسلامی تحقیقات انجام می‌دهد، بلکه تمام مسائلی که در جامعه ما هست. من از استاد عبدالله رحمانی خواهش میکردم که اندیشه‌های خود را ارائه کنند. ایشان میتوان با باوری گفت که شاید یگانه نهضت شناس باشد در منطقه، نه تنها در تاجیکستان، در منطقه یگانه نهضت شناس باشد که واقعا در زمینه‌های کار علمی کردن در شناخت نهضت و زحمت‌های زیاد کشیدن، چی در داخل و چی در خارج. از ایشان خواهش میکنم که اندیشه خود را سلام علیکم. به نام خداوند. دوستان عزیز، من البته چگونه بررسی حزب نهضت را در 10 دقیقه جا دادن این مسئله مهمتر است از این که چی گفتن برای من. خب برای همین من کوتاه فکر کردم 10 تا مسئله در ذهنم رسید که باید گفته شود. از این چند تاش که وقت اجازه داد میگم. مسئله یک که
اول بگیم که حزب نهضت اسلامی یک عنصر بسیار استوار در نظام سیاسی معاصر تاجیکستان است و چه سیاست شناس، چه سیاست مدار، چه مردم عادی امروز نظام سیاسی معاصر تاجیکستان را به این پدیده تصور نمی کنند، زیرا این یک پدیده بسیار خاصی نظام سیاسی ما شده است و از اینکه امروز درباره این حزب میگویند، تحلیل میکنند، صحبت میکنند، این نشان دهنده جدی گرفته شدنی خود این پدیده است. خب ولی درباره مسئله های مشخصی که از بیرون دیده می شود و باید صحبت کنیم این است که من میخواستم چون هوسی شنیدن تحلیل بیرونی رو کردم، پس غیرت شنیدن آن را هم باید داشته باشم و فرهنگی تحمل آن را. مسئله اولی که از بیرون به نظر می‌رسد این است که با وجودی که امروز 38 سالگی حزب نهضت اسلامی باشد، زمینه فکری و عقیدتی و اندیشه همین حزب تا هنوز در شکل معرفی نشده است. این مسئله یعنی چی رو در نظر می‌گیرم که من به عنوان یک محقق وقتی میخوام درباره حزب نهضت اسلامی تحقیق کنم، فقط از روزنامه‌ها، از مصاحبه‌ها، از جاهای گوناگون باید جستجو کنیم که همین حزب چی میگوید. یعنی هیچ اثری مدونی که زمینه اندیشه این حزب چیست، ایدئولوژی این حزب چیست و تاریخ این حزب حتی چیست وجود ندارد و برای یک حزب 38 ساله خیلی ضعف است که نشانه است که مکتب نشدن یک حزب. زیرا من در تحقیق خود حزب نامعلومتر از این رو بدیدم که از نظر سیاسی چنین پدیده جدی و شناخته باشد ولی از نظر اندیشه کاملا معرفی نشده. فقط چند تا مقاله های استاد همت‌زاده بودن که متاسفانه اون هم پیگیری نشد و چاپی خوب و دسترسی همگان نشد، ولی عموما اگر از بیرون هم شاید محقق خواهد بشناسد که این حزب چگونه حزب است از نظر جهانی اندیشه، هنوز این خیلی مشکل است چون این گونه مواد دسترس نیست. برای همین من فکر میکنم که اگر با حزب‌ها و نهضت‌های دیگر قیاس کنیم، همه حزب‌ها ده‌ها صدها کتاب در معرفی خود دارند. مثلا اگر شما جریان جدیدان بخارا را پیش نظر بیارید، صدها آثار علمی، فرهنگی، ادبی، ایجادی غیر از اونایی که سوخته شد تا امروز از جدیدیه موجود است، یا از اخوان چقدر آثار موجود است. حتی این حزب تحریر با همون اندیشه خیالی غیر واقعی خود در تاجیکستان 23 تا کتاب معرفی کننده اندیشه این حزب را نشر کرده است و حزب نهضت حتی یک کتابی نشر اندیشه نهضت ندارد و یک کتابی که در 30 سالگی نهضت است اون مجموعه مصاحبه هاست. وقتی آدم فقط مصاحبه میدهد نشانه ضعفش است. آدم باید خودش ابتکار کرده معرفی کنه که من چی میگویم. برای این تا امروز از نهضت چنین آثار نیست و غیر آثار استاد همت‌زاده و متاسفانه اون را دوام نداد کسی در داخل نهضت. برای همین من پیشنهادم این است که طور رئیس گفتن که دیروز در این باره بحث شده است، باید ما از بیرون بدونیم که این فکری این حزب در مسائل گوناگون جامعه چیست. این مسئله بسیار مهم است. یادتون باشد 2 سال پیش استاد اسدالله اگر اینجا باشد و استاد کبیری مراجعه کرده که اگر شما روی کار بیایید سرنوشتی من که یک اتئیست هستم چی میشود؟ و واقعا ما میخندیدیم که این سوال سفارشی است یا نادانی است، ولی امروز من فکر میکنم واقعا سوال درست است، چون که این حزب نگفته است که اگر چنین شود چی میشود. در یک مصاحبه شاید گفته است ولی یک طرح آینده این حزب برای جامعه مشخص نیست. این یک. دوم، این سخنها که قرآن اندیشه ماست، اسلام ایدئولوژی ماست، این سخنهای خوب است، درست است، ولی اسلام اندیشه همه مسلمانان است. حتی اونهایی که حزبیت را رد میکنن، اون روحانیانی که حزب را عموما قبول ندارن، اونها اندیشه‌شون را اسلامی معرفی میکنن، قرآنی معرفی میکنن. برای همین باید برداشت و فهمیشی نهضت از اسلام و از جامعه باید تدوین شود و دسترس باشد.
باشد. این یک مشکلی که من شخصا در راه تحقیق خود به این روبرو هستم و مجبور از هر کس مصاحبه بکنم که شما چه اندیشه دارید. خب این همون گونه که بودید میکروفون ها پیش مردم رود خود اندیشه شما رود، نه اینکه مردم باید پرسد فقط که چی میگوید چی بخواهید. خب این مسئله یکم. مسئله دوم که میخوام درباره اون صحبت کنم این رابطه حزب نهضت با دولت است. در این باره من التماس دارم توجه کنید که سوء تفاهم نشود. همه این بحث را نمیگم، فقط یک گوشه‌اش را که من فکر می‌کنم امروز برای نهضت بسیار مهم است که در رابطه خود با دولت باید تشنج زدایی سیاسی کند، یعنی تشنج سیاسی را کم کند. چرا؟ چون که وقتی که حزب دینی از نمایندگی از جامعه دینی فقط در سمت سیاسی کار میکنند، فقط اندیشه سیاسی مطرح میکنند، در دیدگاه دولت و جامعه خود محیط دینی همچون پدیده سیاسی جلوه میکنند و از این رو نگاه دولت به دین بسیار سیاسی میشود و از این رو در نتیجه همه پدیده های دینی برداشت سیاسی میگیرند. این خیلی وضعیت بد است، زیرا هر گونه عمل دینی بهای سیاسی می‌یابد و این باعث میشه که همین عملکرد یک جانبه سیاسی نهضت باعث فشار سیاسی بالای محیط دینی میشه و اونهایی که از اسلام فقط عبادت، فقط اخلاق، فقط اندیشه غیر سیاسی هم دارن از این محیط، از این آسیب می‌کنند. برای همین نظر من این است که برای اینکه یک چنین وضعیت متشنج پیش نآید، حزب نهضت باید در این مرحله از اون تیزی رفتار سیاسی تا حد خودداری کند. البته بعضی برنامه‌ها در این سمت هست، من شاهد هستم، ولی در کل اندیشه من این است که یک نوع آرام کردن محیط خیلی مهمتر از این است که اون حرف دیگر گفته شود، زیرا در یک محیط آرام که روابط دین و دولت به وضع طبیعی برگردد برای جامعه ما خیلی مهم است از اینکه این فضا همیشه سیاست زده باشد و این به ضرر کل محیط دینی است و حتی میتوان گفت که در دراز مدت محیط دینی از حزب نهضت پرشکایت میشد اگر این ادامه یابد. برای همین یک نوع تشنج سیاسی در رابطه باید پایین‌تر بیاد تا که محیط دینی. پس حزب نهضت اگر بگیم از بحث سیاسی قدرتی یک مدت کنار باید چی باید کند؟ این مسئله سوم. این حزب چی باید کند؟ به نظر من فضاهای بسیار زیاد خالی هست که این حزب باید کار کند. مثلا خود فرهنگ سازی. نظر من است که باید طوری که گفتم لکه آغاز شده تمام شد باید دو مسئلهش بکنید. هشت شده در این زمان. خب این بود که این حزب باید چاره‌بینی های زیادی فرهنگی، علمی، اقتصادی، اجتماعی داشته باشد و مثلا چرا شما باید با خوری با ادیبان، با هنرپیشگان، با ژورنالیستان، با رهبران حزب‌های سیاسی گوناگون نکنید. یعنی این بسیار خطاست که فکر کنیم که سیاست همین است که باید همه وقت در همه جا درباره خود سیاست گپ زنیم و همه وقت در همه جا درباره دولت و حکومت گپ زنیم. این راه یگانه نیست. یعنی باید ده‌ها چاره‌بینی آثار گوناگونی غیر سیاسی به معنای مستقیم این کلمه از سوی این حرکت باید دیده شود.